سلام دوستان، سعیده هستم و با یه داستان دیگه از کتاب افسانه‌های آذربایجان همراهتون هستم. اگه به داستان‌های کهن ایران زمین علاقه دارید با من همراه باشید. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچکس نبود. اسم این داستان هست آلتیتو. در شهری از شهرها خواهر و برادری زندگی می‌کردند که از مال دنیا چیزی نداشتن. برادر کله سرپا میشد، تیر و کمانشو بر می داشت و میرفت به شکار. آهویی، پرنده‌ای، چیزی شکار میکرد، میآورد دوتایی میخوردن. هر روز آفتاب غروب خواهر به پیشواز برادرش تا سر کوچه میومد. اسبشو میگرفت میبرد به طویله، کمی جلوی اسب میریخت و آبم براش میذاشت و برمیگشت پیش برادرش. اون وقت شامشون رو میخوردن، صحبت و درد دل میکردن و میخوابیدن. یه روز وقتی که برادر تو شکار بود، دختر اومد سر چاه که آب برداره و ناگهان صدایی از توی چاه به گوشش رسید. دختر خم شد و گفت: آدمی، حیوانی، هرکی هستی حرف بزن. صدایی از ته چاه گفت: آی دختر، طناب بنداز منو بکش بالا تا بهت بگم من کی هستم چی هستم. دختر این ور اون ورش رو نگاه کرد و طنابی پیدا نکرد. آخر سر چادرش رو باز کرد و توی چاه انداخت و هن هن کنان اونو بالا کشید. اما چشمتون روز بد نبینه. دیو زرد و بد ترکیبی سر چادر رو گرفته بود و از چاه بیرون اومد. دختر از ترس فریادی کشید و خواست فرار کنه که دیو دستشو گرفته گفت: کجا فرار میکنی؟ حالا که من از چاه بیرون آوردی باید زن من بشی. از دختر انکار و از دیو اصرار. آخر سر دیو گفت: اگه زن من نشی هم تو رو میکشم هم برادرتو. دختر به ناچار قبول کرد و زن دیو شد. آفتاب غروب که برادر به خونه برمیگشت، دیو توی سوراخی قایم میشد تا برادر اون رو نبینه و صبح که اون میرفت دوباره میومد بیرون. یه روز دیو زرد به دختره گفت: دیگه حوصله ندارم توی سوراخ سنبه قایم شم. باید برادرتو برای یه مدت بفرستی دنبال نخود سیاه که یه مدت راحت و آروم با هم دیگه زندگی کن. دختر گفت: آخه من که توی دنیا غیر از برادرم کسی رو ندارم. اگه اونم بره و بلایی سرش بیاد من چه خاکی به سرم بریزم. دیو گفت: من این حرف و سرم نمیشه. باید خودتو به ناخوشی و مریضی بزنی و عصری که برادرت اومد بهش بگی مریض شدم. مردم میگن فقط انگور باغ دیو سفید دردم و درمون میکنه. دختر از غصه بنا کرد به گریستن و گریه کردن تا عصر شد و برادرش اومد و خواهرش رو تو اون حال دید و پرسید: خواهر چی شده؟ چند وقته که تو دیگه اون خواهر اولی نیستی؟ عصرا پیشواز من نمیای. آخه چرا اینجوری شدی؟ عوض شدی؟ خواهر گفت: برادر، از خدا پنهان که نیست، از تو چرا پنهان کنم؟ مدتیه که شکم درد دارم. همسایا میگن علاجش انگور باغ دیو سفیده. برادر گفت: خواهر، امشبا به من مهلت بده استراحت کنم. فردا صبح پا میشم میرم از هر جا شده برات انگور پیدا میکنم. اگه مجبور باشم تا آخر دنیا را هم میرم. صبح خورشید تیغ نزده برادر پا شد و اسبشو سوار شد و راه افتاد. رفت و بازم رفت تا رسید به باغ دیو سفید. اسبشو گذاشت پای دیوار و خودش از دیوار بالا رفت. اما همین که باش به باغ رسید، دیو سفید نعره زنان از راه رسید و جلوی پسر رو گرفت و گفت: ای حرامزاده، اینجا اومدی چیکار؟ الان سر تو از بدنت جدا میکنم. پسر حمله کرد به طرف دیو و کمرگاه اونو محکم گرفت. دیو دست کرد گردن پسر رو گرفت. این بکش و اون بکش، خلاص نیم ساعتی با هم کشتی گرفتن. عاقبت پسر دیو از زمین بلند کرد و بالای سرش برد و محکم به زمین زد و خودش نشست روی سینه دیو. دیو گفت: عجب پهلوان شجاعی هستی، اما بهتر یه دفعه دیگه هم منو به زمین بزنی. پسر گفت: رسم ما این نیست، ما یه دفعه بیشتر به زمین نمیزنیم. دیو که ناامید شد نعره از ته دل کشید، طوری که برادرش دیو زردم توی خونه صدای اونو
شنید و به دختر گفت بیچاره شدم، برادرمو کشت. دختر خوشحال شد و که حالش کمی جا اومد. پسر دیو کشت، مقداری انگور چید و برگشت خونه. انگور رو به خواهرش داد و گفت بخور خواهر، کاش که دوای دردت همین انگورا باشه. در 15 روزی گذشت. باز دیو زرد بنا کرد به نق دادن که باید برادرتو سر به نیست کنم. من از این زندگی حوصله‌ام سر میره. باز خودتو به ناخوشی بزن و به برادرت بگو که مردم میگن هندونه باغ دیو سیاه علاج دردمه. برادر که از درد خواهرش خبردار شد، صبح زود سوار اسبش شد و راه افتاد. رفت تا رسید به باغ دیو سیاه. از دیوار باغ بالا رفت، اما تا پاش به زمین رسید دیو سیاه جلوشو گرفت و گفت ای حرامزاده، تو کجا؟ اینجا کجا؟ اینجا پرنده جرأت پر زدن نداره. الان یه لقمت میکنم. پسر با دیو گلاویز شد. آخر سر دیو بالای سرش بلند کرد و به زمین زد و نشست روی سینه‌اش. دیو التماس کرد و گفت یه دفعه دیگه هم منو بلند کن و به زمین بزن، بعد بکش. پسر گفت ما 2 دفعه به زمین زدن رسممون نیست، ما دشمنو یه بار به زمین میزنیم. و خنجرش رو تو سینه دیو فرو کرد. دیو نعره‌ای از ته دل کشید، چنان که برادرش دیو زرد توی خونه شنید و به دختر گفت بیچاره شدم، اون یکی برادرم هم کشت، دیگه تنها شدم. دختر خیلی خوشحال شد. برادر دیو سیاه کشت و 2 تا هندونه چید و پیش خواهرش برگشت. هندونه ها رو به اون داد و گفت بخور خواهر، کاش که دوای دردت همین هندونه ها باشه. چند ماهی گذشت. دختر بچه‌ای به دنیا آورد. ترس ورش داشت که چیکار کنم چیکار نکنم، جواب برادرم رو چی بدم. عصر که شد برادر خسته و کوفته به خونه برگشت. برخلاف همیشه خواهرش به پیشوازش نیامده بود. برادر اومد دید خواهرش رنگ به صورت نداره. گفت خواهر باز چی شده؟ مگه باز مریض شدی؟ دختر گفت از خدا که پنهان نیست، از تو چرا پنهان کنم؟ اومده بودم پیشواز تو، سر راه دیدم یه بچه افتاده، دلم به رحم اومد و برداشتم آوردمش خونه. میترسیدم تو بیای دعوام بکنی که چرا بچه رو برداشتم آوردم. برادر نگاهی به بچه انداخت، دید بچه دوست داشتنی توپل مپلیه. محبتش به جوش آمد و گفت خواهر کار خیلی خوبی کردی، بچه رو برداشتی آوردی. اسم بچه رو گذاشتن آلتین توپ. در ترکی کلمه آلتین به معنی طلاست و آلتین توپ اصطلاحی که در مورد بچه‌های زیبا چاق به کار میره. خلاصه روزها گذشت و به دنبالش ماه‌ها و سال‌ها. آلتین بزرگ شد. عصرا که پسر از شکار برمیگشت، آلتین توپ جلو میدوید و دایی جان میگفت. بعد اسب داییشو میگرفت و میبرد تو طویله، جلوش کاه میریخت و برمیگشت. یه روز آلتین توپ از مادرش پرسید پدر من کجاست؟ دختر هرچی جواب سربالا داد آلتین قانع نشد. آخر سر مجبور شد از سیر تا پیاز به پسرش بگه. بعدم گفت که مبادا یک کلمه از حرفا رو به داییت بگی. یه روز باز دیو بنا کرد به نق زدن که من اینجا تک و تنها میمونم، حوصله‌ام سر میره، تو رو هم نمیخوام ول کنم برم. بیا این زهر رو بگیر قاطی غذای برادرت بکن، بلکه از دستش خلاص شه. دختر گریه کرد، التماس کرد، اما دیو دلش به رحم نیامد و دست بر نداشت. از قضا آلتین توپ از پشت پرده حرفای اونا رو شنید. عصر که دایی از شکار برگشت جلو دوید و گفت دایی تا من سر سفره نیومدم دست به غذا نزن. اون وقت اسب و برد و با آخور بست و گاو و آب جلوش ریخت و دوید اومد به اتاق. مادر و دایی سر سفره منتظر اون بودن. آلتین توپ طول سگی رو هم از توی حیاط گرفت و به اتاق آورده بود. اول از هر چیز گفت دایی یه چیزی بده سگ من بخوره که خیلی گرسنه است. سگ تا غذا رو خورد چرخی زد و افتاد مرد. دایی عصبانی شد، شمشیرشو کشید و توی شکم خواهرش فرو کرد. آلتین توپ گفت دایی چرا کشتیش؟ اون بیگناه بود. اون وقت همه حرف و ماجراها رو از سیر تا پیاز برای داییش تعریف کرد. دایی پاشد رفت دیو زرد و بیرون کشید و اونم پیش برادرش فرستاد. آلتین توپ این موقع دیگه 15-16 ساله بود و تازگی ها تیراندازی و شمشیر زنی یاد میگرفت.
دایی به اون گفت آلتین توپ دیگه ما نمیتونیم توی این خونه بمونیم، پاشو بریم سر کوه زندگی کنیم. دوتایی پا شدن دار و ندارشون رو جمع کردن و رفتن سر کوه چادر زدن و نشستن. هر شب یکی میخوابید و اون یکی کشیک میداد. آلتین هر وقت کشیک میداد زیر پا و بالای سر دایی شمع روشن میکرد و خیلی مواظب اون بود. یه شب دایی خوابیده بود و آلتین توپ بیدار بود. یه دفعه شمع زیر پای دایی پت پتی کرد و خاموش شد. آلتین این ور اون ور نگاه کرد و به فکرش نرسید که با شمع بالای سر دایی اون رو روشن کنه. از دور سوسویی دید. آلتین توپ شمع خاموش رو برداشت و راه افتاد و رفت تا رسید به یه دریچه‌ای. زیر دریچه پلکانی بود. از پله ها پایین رفت. 40 حرامی دور تا دور اتاق نشسته بودن و میزندن و میخوندن و میرقصیدن. هیاهو قشقرقی به پا بود که نگو. چند تا حرامی خواستن دیگه پلو رو از روی اجاق بردارن، اما هرچی زور میزدن و عرق میریختن نمیتونستن دیگه پلو رو از جاش تکون بدن. آلتین توپ جلو رفت، حرامی ها رو کنار زد و دست تنها دیگو برداشت و پرت کرد به یه طرفی و بعد هم شمع رو روشن کرد و 2 تا سیب توی تاقچه بود. یکی از اونا رو برداشت گذاشت توی جیب و شو بیرون اومد. چند قدم که رفته بود با خودش گفت برگردم اون یکی سیبو هم برای داییم بردارم. اما از اون طرف حرامی ها فوری به 40 حرامی باشی خبر دادن که چه نشستی جوانی چنان و چنان آمد و چنین کرد و برگشت. حرامی باشی گفت زود پیداش کنید. آلتین توپ تازه سیب دوم توی جیبش گذاشته بود که حرامی ها رسیدن و اونو پیش حرامی باشی بردن. حرامی باشی نگاهی به قد و قواره آلتین توپ انداخت. جوان رشیدیه. گفت پسر تو جوان شجاعی هستی، ما امشب میریم خزانه پادشاه بزنیم، حاضری شریک ما بشی؟ آلتین توپ گفت چرا حاضر نیستم، اما باید برم شمع زیر پای داییم بذارم و برگردم. آلتین توپ رفت شمع سر جاش گذاشت و برگشت و همه با هم به طرف قصر پادشاه راه افتادن. پای دیوار که رسیدن آلتین توپ گفت شما پای دیوار وایسین، من توی قصر برم ببینم کسی بیدار نباشه خبرتون کنم بیایید. اون وقت از دیوار بالا رفت و داخل قصر شد. دختر کوچیک پادشاه تو اتاق خودش خوابیده بود. آلتین توپ روی تکه کاغذی نوشت اگه قسمتم بودی خودم میگیرمت. بعد کاغذ رو با یکی از سیبا گذاشت رو سینه دختر و بوسه ای ازش گرفت و رفت به اتاق دختر بزرگتر. باز روی تکه کاغذی نوشت اگه قسمت بود تو رو برای دایی میگیرم و کاغذ رو با سیب دیگه گذاشت روی سینه دختر رو رفت به اتاق خود پادشاه. دهان پادشاه باز مونده بود و صدای خور و پفش به آسمون میرفت. عقرب سیاه و درشتی میخواست بره توی دهان پادشاه. آلتین توپ خنجر پادشاه رو از کمرش کشید و فرو کرد به شکم کژدم و گذاشت بالای سر پادشاه. خنجر خودش رو به کمر شاه بست و برگشت و رفت بالای دیوار و شمشیرش رو کشید و به حرامی ها گفت حالا یکی یکی بیاین بالا. حرامی ها یکی یکی کمند انداختن و از دیوار بالا رفتن. آلتین توپ هم سر یکی یکیشون رو میبرید و مینداخت توی قصر پادشاه. آخر سر هم 40 حرامی باشی رو کشت و برگشت پیش داییش. صبح دختر کوچیک چشمشو باز کرد و دید سیب قرمز و درشتی روی سینه‌اش قرار داره و زیر سیب تکه کاغذی که روش نوشته اگه قسمتم بودی خودم میگیرمت. عصبانی شد. تون لباس پوشید و دوید پیش پادشاه که پدر این چه وضعیه؟ کی وقت شب به اتاق من داخل شده؟ پادشاه به سر و صدای دخترش بیدار شد و نشست و یه دفعه چشمش به عقرب افتاد. هلکی لباس پوشید، خواست خنجرش رو تو کمرش مرتب کنه که دید به جای خنجر خودش خنجر دیگه فرو کردن. در این موقع دختر بزرگ پادشاه سراسیمه وارد شد و به پدرش گفت تخت تابوت بشه. آخه این چه وضعیه؟ تو چطور پادشاهی هستی که دوست داخل اتاق دخترت میشه و تو به خواب خرگوشی میری و نمیفهمی؟ پادشاه دستور داد قصر رو خوب بگردن. قصر رو گشتن و نقش 40 حرامی رو پیدا کردن. در شهر چه افتاد که 40 حرامی رو در قصر پادشاه کشتن. 40 حرامی. پادشاه امر کرده همه مردم شهر رو پیش من بیارید
تا من ببینم این کار کیه. پادشاه 1-2 ماه بر تخت نشست و یکی مردم شهر رو به پرسجو گرفت. عاقبتاً معلوم نشد کار کیه. آخر سر دیگه هیچ کس توی شهر نموند که ازش سوال نشده باشه مگر آلتین توپ و داییش. پادشاه امر کرد برین این 2 نفر رو هم که سر کوه زندگی میکنن بیارید. آلتین و داییش تازه از شکار برگشته بودن که فرستاده های پادشاه رسیدن و گفتن پادشاه شما رو صدا کرده و خواسته. آلتین توپ گفته باشه بریم. دایی گفت پسر ولشون کن، ما رو با شاه چی کار؟ با خونه زندگیمون رو ول کردیم اومدیم سر کوه که دیگه سر کارمون با اینا نیفته. اما آلتین گفت بذار برم زود برمیگردم. آلتین توپ تا پیش پادشاه رسید گفت پادشاه اول خنجر من رو به خودم پس بده که لازم دارم. بعد هم همه چیز رو از اول تا آخر برای پادشاه تعریف کرد و گفت که چطور رفته شمع زیر پای داییش رو روشن کن دیگو برداشت و پرت کرد یه طرفی و اون سیب ها رو برداشت و چطور حرامی باشی ها از اون خوششون اومد و اونو شریک خودشونو کردن و چطور داخل اتاق دختر و پادشاه شد و چطور عقرب و کشت و سر 40 حرامی رو از تن جدا کرد. آخر سرم گفت حالا من اینجا وایسادم، میخوای بگو منو بکشن میخوای نگو. پادشاه همون ساعت دایی رو پیش خودش احضار کرد و دستور داد 7 شبانه روز شهر رو آیین بستن. اون وقت دختر بزرگ رو به حق دایی در آورد و دختر کوچیکی رو به حق آلتین توپ. بعد هم پادشاهی رو به آلتین توپ داد و داییش رو هم وزیر اون کرد و تا آخر عمر به خوبی خوشی زندگی کردن. قصه ما به سر رسید کلاغ به خونش نرسید. اگر از این داستان خوشتون اومد اونو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. مرسی.